من در اینجا بر خودم لازم میدونم از زحمات آقای دکتر امینی که با جدیت در امر داوری مقالات و انتخاب مقالات نهایت فعالیت رو کردن تشکر بکنم. از همکارم دوست عزیزم آقای دکتر شفیعی که در همه کارها یار و یاور بودند سپاسگزارم. از کلیه کارکنان زحمتکش انجمن به ویژه جناب آقای وایزاده مدیر محترم روابط عمومی، سرکار خانم عباسیان مسئول تنظیم مقالات و سایر کارکنان انجمن و اعضای ستاد اجرای این همایش که بار اصلی رو به عهده داشتن سپاسگزارم. از حامیان این همایش جناب آقای دکتر طیب نیا مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارک، فولاد مبارک، جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیر عامل محترم شرکت فولاد خوزستان، جناب آقای مهندس کوهی مدیر عامل محترم شرکت سهامی زوبا، جناب آقای مهندس کمالزاده مدیر عامل محترم شرکت فولاد عالیه ایران، جناب آقای مهندس کریم نژاد مدیر عامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، جناب آقای مهندس آقاجانلو مدیر عامل محترم شرکت ملی فولاد، جناب آقای مهندس حمیدیان مدیر عامل محترم شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، جناب آقای بابا گلزاده مدیر عامل محترم گروه گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزش، جناب آقای مهندس گرزین مدیر عامل محترم شرکت ترانسفورماتور کوره آریا، جناب آقای دکتر ظهیری مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسپورت و جناب آقای مهندس خندان مدیر عامل محترم شرکت دلتا صنعت شریف که اینها حامیان سمپوزیوم بودند و به هر حال حمایت اونها بسیار مؤثر در برگزاری همچنین همایش. از آقای سبزی مسئول برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فولاد هم تشکر می‌کنم. من اجازه بدید که از طرف هیئت مدیره 24مین سالگرد تأسیس انجمن رو به اعضاش تبریک عرض بکنم و امیدوارم ما بتوانیم در راستای وظایف تعیین شده انجام دین بکنیم. در ابتدا اجازه بدید من خیلی مختصر فعالیت‌های انجمن رو یه گزارش مختصری گرچه ممکنه تکراری باشه خدمتتون سریع بگم، بعد وارد اصل موضوع بشیم که تم هست. اعضای هیئت مدیره ما اینها هستند. همونطور که مستحضرین 17 نفر عضو هیئت مدیره هستند، 6 تا از اینا ثابتن، به انتخاب مجمع نیست، بقیه انتخاب میشه. 4 تا شرکت هستن، 5 تا استاد دانشگاه، 2 تا کارشناس و عملاً بازرس اصلی و بازرس علل‌بدر. همایش سمپوزیوم فولاد خب از سال 75 قبل از تشکیل انجمن شروع شد، 78 ادامه داشت، 79 انجمن تشکیل شد و از اون به بعد دیگه در چارچوب انجمن وظایف خودش رو داره انجام میده. ملاحظه بکنید یک از شاخص‌ها تعداد مقالاتی است که ارائه شده. ما از 104 تا شروع کردیم، الان از سال 96 تا 402 عملاً رنج مقالاتی که ارسال میشه حدود 300 تاست. همجوار با سمپوزیوم یه نمایشگاه بین‌المللی تشکیل میشه. امروز هم استدعا میکنم اطلاع داشته باشید رأس ساعت 5 نمایشگاه بین‌المللی افتتاح پیدا خواهد کرد و 3 روز ادامه خواهد داشت. تو این نمایشگاه ما از 20 غرفه شروع کردیم، الان از سال 93 تا حالا رنجش حدوداً 275 تا 280 تا 300 تاست. اوریج 280 تا غرفه شرکت میکنه. ما توی انجمن به تدریج برنامه ریزی کردیم که بایستی از این فریختگان، از اینایی که دستن در کار صنعت هستن سپاسگزاری کنیم به نحو مختزی. پس یه برنامه گذاشتیم. اول از برجستگان فولاد ترکیب
برجستگان فولاد این گونه هستند: یک نفر مدیر دولتی، یک مدیر خصوصی، یک استاد دانشگاه و یک کارشناس. یه ترکیبی از اینها مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت. اینها با رأی مخفی از طرف هیئت مدیره انجمن انتخاب میشن با توجه به ضوابطی که مد نظر هست. موضوع بعدی بحث اینه که خب یه سری شرکت‌های دانش بنیان دارن زحمت میکشن، در خدمت فولاد هستند. بنابراین برنامه‌ریزی شروع شد از چند سال پیش که ما یه سری از اینها رو طبق ضوابط انتخاب بکنیم با یه کمیته بررسی و چند تاشون انتخاب بکنیم، فضا بهشون بدیم در نمایشگاه تو خود غرفه انجمن، یه خود بزرگتر گرفتیم که اینها بتوانند نوآوری خودشون رو ارائه بدن. امسال هم 3 نفر 3 تا شرکت انتخاب شد. بحث دیگر این بود که خب شرکت کننده ها خودشون بیشتر متوجه هستن کی برای صنعت فولاد زحمت کشیده. بنابراین یه بحث انتخاب هیئت مدیره است، یه بحث انتخاب شماست. بنابراین از سال 97 شروع کردیم تحت عنوان مرد سال فولاد، بلگه دادیم خدمت شما انتخاب بفرمایید. امسال هم یه خورده سکیوریتیشو بردیم بالا، صندوق رأی گذاشتیم، اینها سر 1 ساعت شروع میشه، سر 1 ساعت هم باز میشه و آرا شمرده میشه. هر کسی رو شماها انتخاب کردید به عنوان مرد سال فولاد امسال انتخاب میشه، پس اختیار دست شماست. ما فعالیت‌های انتشاراتیمون شاخصه، 5 تا مجله علمی پژوهشی داریم. تقریبا من کسی رو نمیبینم انجمن علمی که همچین شاخصی رو داشته باشه. 3 تاش بین‌المللی، 2 تاش هم داخلی است. مجله ارگان انجمن هم پیام فولاده که هر فصلنامه است چاپ میشه. شماره 91 هم امسال چاپ شد. کتاب‌های علمی تخصصی رو منتشر میکنیم. وظیفه رسالت ما نشر دانش. بنابراین این هم ملاحظه می‌فرمایید چیزایی که ارائه شد. برای برگزاری سمپوزیوم فولاد 402 تقریبا از 1 سال و نیم پیش شروع کردم من که ببینیم که آخه اینا سیستم رو اتوماتیزه کنیم، یه خورده جلو بریم و امسال دیگه پیاده شد این سیستم. همه چی با QR کد کنترل میشه و همه به صورت اتوماتیک، هم مقالات ارسال میشه، هم داوری میشه، همه کار با این سایت انجام میگیره. سایت انجمن هم تلاش کردیم به روزش بکنیم، گرچه هنوز مقدار کار داره ولی تلاش شده. یکی از سایر فعالیت‌های انجمن اگه بخوام اشاره بکنم، یکی که بیشتر از همه در خدمت صنعت فولاده، بحث مربوط به قطعنامه هاست. ما از این همایش از پانل قطعنامه صادر میکنیم، متناسب با اینه به تصویب شرکت کننده ها میرسونیم و بعدم میفرستیمش برای مراکز تصمیم گیری کلان. حمایت از همایش هایی که در ارتباط با یا نمایشگاهی که در ارتباط با فولاد هست میکنیم. برگزاری دوره‌های آموزشی داریم، دفاتر اقماری ایجاد کردیم. انجمن بازه از نظر همکاری. ما 19 تا قرارداد تفاهم نامه داریم که با بقیه همکاری بکنیم. خب این نتیجه این شده که خب سیستم ما از سال 79 که مجموعاً با 13 تا شرکت 36 تا عضو حقیقی و مجموعاً 49 تا شروع شد، الان تعداد شرکت‌های عضو 245 تاست و کل اعضا 2185 تا. جایگاه انجمن تو راستای خودش کار میکنه، وظایف اصلی خودش جز محور اصلیه. بنابراین سعی کردیم مطابق با ضوابط کمیسیون انجمن‌های علمی رفتار بکنیم و به همین دلیل هست که بین 424 انجمن علمی ما 12 سال متوالی جزو انجمن گرید آ هستیم. کار سختی است ولی شده. برگردیم سراغ اصلیمون. یه خلاصه بود که جزو وظیفه‌مون. ما اول یه بررسی از وضعیت فولاد بکنیم، ببینیم داستان فولاد ما الان در چه جایگاهی هستیم، چگونه هست و چیکار باید بکنیم و چیکار در آینده پیشنهاد میشه. اشاره بکنم انجمن‌های علمی رو باید در راستای خودش دید. انجمن علمی وظیفش فرهنگ سازیه. کار اجرایی
از اون نظر که بخواد مثلا شرکتی رو تولید بکنه یا این نداره، ولی فرهنگ سازی رو تلاش کرده انجام بده. مصرف فولاد کلیدیه برای توسعه صنعت. مصرف فولاد در کجاها بیشتر هست که جهتگیری صنعت‌هایی که سرمایه گذاری بکنن در کدام بخش‌ها سرمایه گذاری بکنن. بیشترین مصرف فولاد مال ساختمان و زیرساخت‌های اونه، زیرساخت‌هاست 52%. سایر وسایل حمل و نقل شامل مثلا قطار، کشتی، اینا 2%، 5% مورد استفاده قرار میگیره. وسایل خانگی 2%، خودرو 12%، تجهیزات مکانیکی 16%، محصولات فلزی 10% و تجهیزات الکتریکی حدود 3%. این مجموعه میشه 100% است. برگردیم راجع به کشور خودمون. بورد استیل در 2023 گزارش داده. من گزارشات بورد استیل رو با این نگاه میکنم که شاید اطلاعات دقیقی دستش نیست، ولی من حاضر به عنوان یه مستند خدمتون این چیزایی که داده ارائه میدم. ممکنه از برخی از آمارش با آمار واقعی مملکت مطابقت نداشته باشه. ببینید ایران جزو رتبه 10 است، چندین سال جزو رتبه 10 است، ولی وقتی نگاه میکنیم بین این 10 کشور اول جالبه چند تا نکته رو نگاه کنیم. فقط کشور ایران و کشور هندوستان هست که افزایش تولید داشتن، بقیه همه کاهش تولید داشتن و بیشترین کاهش تولید مربوط به ترکیه است با 13%. ایران با 8.1% افزایش تولید بین سال 2021 و 22 داشت. اما از نقطه نظر فرایند تولید در ایران ما تقریباً 8% از طریق کنورتور اکسیژنی و همین کوره بلند و کنورتور تولید داریم و حدود 92% کوره الکتریکی به اضافه احیای مستقیم. حالا مقایسهش کنیم با متوسط جهانی. متوسط جهانی در کوره بلند حدود 71% و کوره الکتریکی 28% حدوداً. 0.4% بقیه است. حالا اون ارقام ریزش رو زیاد مهم نیست. اما مقایسه میزان تولید فولاد توسط روشی‌های مستقیم در ایران با جهان در بازه زمانی 2018 تا 2025 در فاصله 5 ساله ببینیم چه تغییراتی کرده. در 2018 حدود 107 میلیون تن تولید میشد در جهان که ایران سهمش 25 خورده است و در 2022 125 میلیون تن سهم فولاد احیای مستقیم در ایران حدود 33 میلیونه. اینجا ببین این آمار با آمار قبلی یه خورده متفاوته. کل تولید رو در 2022 همون سورس یعنی بورد استیل داره اعلام میکنه 30 خورده. الان اینجا نزدیک 33 میلیون تن به وسیله احیای مستقیم داره تولید میشه. این دوتا آمار یکی نیست و بنابراین اینه که من انگشت میذارم روش که ممکنه اینها خیلی دقیق نباشه. اما در مورد آهن خام در سال 2021 و 2022 پارامترهای مختلفی مثل تولیدش در 2021 باز رفرنس بورد استیل 2023 2.7 در 2022 2.5 صادرات ما تقریبا 0.1 میلیون تن بوده، وارداتمون 0، میزان مصرفمون 2.4. اما برگردیم سراغ مصرف سالیانه فولاد ببینیم چجوری است. از 2018 تا 2022 ما از 19.6 در 2018 شروع کردیم، بعد افت کردیم، رفت روی بدترین شرایط، کمترین میزان تولید 2020 بود، بعد شروع کرده به افزایش مجددا در 2022 نزدیک همون 2018 است. اما یه شاخصی که مربوط به توسعه یافتگی است، بحث مربوط به میزان مصرف سرانه است. بحث میزان مصرف سرانه باز اگه نگاه بکنیم ما 2018 بیشترین مصرف سرانه رو داشتیم و بعد در باز 2020 کمترین مصرف سرانه رو مجددا داره رشد میکنه. اما این خودش در مقام مقایسه ما نمیدونیم اینا یعنی چی،
وقتی قابل مقایسه است که با متوسط جهانی مقایسه کنیم. ببینید ما در کجای جهان قرار گرفتیم. ببینید متوسط جهانی که با رنگ دیگری نشون داده شده، ملاحظه کنید که در تمام سالها ما کمتر از متوسط جهانی هستیم. یعنی این که نشون میده باید حرکتمون به سمت جلو باشه. این شرایط مناسبی نیست. بدترین شرایط باز 2020 بوده و الان یه خورده داره بهبود حاصل میکنه. یعنی در سال 2022 یه مقداری فاصله کمتر شد. اما یه کار دیگه ای که من کردم جالب بود. این منحنی به واسه ورد استیل 2023 اومده از 1950 تا 2020 رو 2021 هم دیگه هست جزوش. این اومده تغییرات مربوط به نوسانات تولید کل جهان فولاد در دنیا رو نشون میده. خب اینو که نگاه میکنیم برخی قسمت ها شیب خیلی تندی داره. ببخشید. شیب خیلی تندی داره و برخی شیب کنده و یا پلت شده. چه عواملی باعث شده که این اتفاقات بیفته؟ یه دفعه شیب زیاد بشه و باز به پلتفرم برسه. من اومدم وقایع عمده‌ای که در دنیا اتفاق افتاده آوردم روی منحنی ببینم چی هست. اینو اضافه میکنم. این یکی از فاکتاست. ما نمیتوانیم همه چیز رو منوط به این چیز بدونیم، بلکه یکی از پارامترهایی که میتوانه تحولات ایجاد بکنه اینه که میتونه ما پیش بینی بکنیم در آینده اگه چنین اتفاقی افتاد برای صنایع فولاد به چه صورتی بایستی حرکت بکنن. ببینید ما یه جنگ ویتنام داشتیم 1955 تا 1975. شیب سریع رفته بالا، شیب تنده افزایش فولاد. بعد از این حالت سینوسی پیدا کرده، خیلی شیب تون نیست. انقلاب ایران، سقوط اتحاد جماهیر شوروی عملاً خیلی تغییر نداد. بعد میرسیم به حمله به برج‌های دوقلو تو امریکا. یه دفعه باز شیب میره بالا. میرسه به بحران مالی جهانی. یه مقداری افت پیدا میکنه، بعد دوباره میره بالا. و به همین ترتیب تو کووید هم شما میبینید که یه پلتفرم ایجاد شده، یه خورده مصرف فولاد حالت ثابت در اومد. بعد دوره رفته جلو. این یه پارامتر. پارامتر دوم انقلاب صنعتی است. انقلاب صنعتی سوم بیشتر نیمه هادی ها بود، کاربرد نیمه هادی ها بود. و انقلاب صنعتی چهارم بحث فناوری های نو هست، هوش مصنوعی، ضوابط یادگیری ماشینی و اتوماسیون. بنابراین شما ببینید در انقلاب صنعتی سوم عملاً خیلی تغییراتی رو نمی‌بینی، اما در انقلاب صنعتی چهارم بعد از یه افت و خیز با شیب تند گرفته این مسئله. اما برگردیم سراغ انتشار گازهای گلخانه که بحث اصلی فولاد سبز. چی رو میگیم فولاد سبز؟ اینکه انتشارات گاز CO2 کاهش پیدا کنه. یعنی در سال 2015 199 کشور تو پاریس جمع شدن و دانشمندا اومدن سناریوهای مختلفی رو ارائه داد. گفتن ببینید وضع کره زمین، این یونیک کره‌ای که امکانات حیات تا حالا وجود داره، این متعلق به همه هست. این رو باید حفظش کرد. حالا اگه رهاش کنید تو 2100 اتفاقی که میفته در حرارت کره زمین بین 4.1 تا 4.8 افزایش پیدا میکنه. فاجعه است. دیگه اصلا شاید خیلی جاها غیر قابل زیست بشه. یا سناریوی دوم اینه که مثلا فرض کنید شما بر وضعیت فعلی برید جلو، یه خورده کنترل بکنید، بین 2.7 تا 3.1 درجه افزایش پیدا میکنه. سناریو مطلوبی نیست. سناریوی خوبش مربوط به ارشد خدمتتون 1.5 درجه است و اون سناریو پایینه و 2 درجه است. ولی سناریویی که مورد تعهد قرار گرفت که ایران هم تضمین کرده بحث اینه که 2.4 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کنه. ما وقتی نگاه میکنیم
انتشار گازهای CO2 رابطه مستقیم با انقلابات صنعتی داره. انقلاب صنعتی اول مربوط هست به اختراع ماشین بخار. تا بیاد گسترش پیدا کنه، تاثیر بذاره رو جو، خیلی طول کشید تا رسید سر انقلاب صنعتی دوم. انقلاب صنعتی دومه که شیب ایجاد کرد و اون مربوط هست به تولید انبوه تجهیزات. انقلاب صنعتی سوم هم که عرض کردم نیمه حادی هاست. همطور از انقلاب صنعتی دوم به بعد شیب زیاده، چون تولید انبوه بیشترین عامل اصلی انتشار گاز گلخانه‌ای است. بعد میرسه به انقلاب صنعتی 4. اما از نظر انتشار گازهای CO2 وضعیت ما در کجاست؟ ما متاسفانه در رتبه 6 جهانی هستیم. ایران در رتبه 6 جهانی است. این خیلی زیاده، یعنی باید روی این زمینه کار کرد. خب حالا تولید سالیانه گاز CO2 در ایران رو از 1990 یعنی بازه 30 ساله نگاه کنیم حدوداً. ما در سال 1990 حدود 204 میلیون تن گاز CO2 وارد جو کرد. الان 710 میلیون تن داریم وارد میکنیم. یعنی تقریباً 3 برابر نیم کردیم تو این فاصله. حالا سهم گاز CO2 ما تنها عامل نیست صنعت فولاد. اتفاقاً صنعت فولاد ما اگر نگاه دقیق بکنیم با توجه به اینکه بیشترش از احیای مستقیمه، کمترین میزان آلودگی رو نسبت به سایر کشورهایی که از طریق کوره بلند و کنورتور کار میکنن ایجاد میکنه. پس عوامل دیگری هم دخیل هست. اما در اینجا بریم سراغ فقط صنعت آهن و فولاد و کل صنایع. بخشی از صنایع که صنعت آهن و فولاده حدود 2.5 میلیارد تن CO2 ایجاد میکنه. و ملاحظه میکنید که طبق معاهده پاریس قراره تا 2050 ما این رو نزدیک 1.5 برسونیم، یعنی 1 میلیارد تن کم بکنیم. اما روش اندازه‌گیری گاز CO2 چگونه است؟ ما بر چی داریم صحبت میکنیم؟ برای اینکه این مشخص باشه 3 اسکوپ تعریف کردیم یا 3 روش تعیین کرد. اسکوپ 1 آن CO2 است که در داخل واحد و کارخانه ایجاد میشه، فقط شامل ترانسپورت هم میشه، حمل و نقل درون واحد. پس میشه اسکوپ 1 تصاعد مستقیم گاز CO2. اسکوپ 2 میاد علاوه بر این شما در کارخانه دارید برق مصرف میکنید، برقی که مصرف میکنید آلودگی ایجاد میکنه، این آلودگی محاسبه میشه. اگر از برق تجدیدپذیر استفاده میکنید کسر میشه ازش. ببینید اینا 2 تا چیز نوشته در اسکوپ 2، اینا کسر میشه محاسبات، بعد مشخص میشه چقدر آلودگی ایجاد. اسکوپ 3 شامل تمام بخش‌ها، اصلا فولاد ایجاد میشه، یه بخش بالا دستی داره، یه بخش پایین دستی داره، همه اینا این صنعت رو شامل میشه. بنابراین وقتی داریم از میزان آلودگی مشخص صحبت میکنیم در هر صنعتی، باید ببینیم در چه اسکوپی هستیم. اسکوپ 1، اسکوپ 2، اسکوپ 3. میزان انتشار گاز CO2 رو که باز حالا آیرون اند استیل تکنولوژی رودمپ در 2023 گزارش کرده، در کوره بلند و کنورتور اکسیژنی اگر روی اسکوپ 1 حرکت بکنیم 1.2 تن CO2 بر تن محصول ایجاد میکنه. اگه به وسیله DRI بریم جلو 1 تن و اگه به وسیله ذوب قراضه بریم جلو 400 تن. و بعد وقتی روی اسکوپ 2 بیام این میشه 2.2 میشه 1.4 و 3 ورد استیل هم همین ارقام رو محاسبه کرده است. اما بحث اصلی ما چگونگی انتقال از روش‌های سنتی به سمت فولاد سبز. اول فولاد سبز رو یه تعریفی بکنیم، راجع به چی داریم صحبت میکنیم. ما فولاد سبز رو اینجوری کار میکنیم: فرایندها و تکنولوژی هایی که دوستدار محیط زیست است و پایدار هست. طبیعتاً تولید این نوع فولاد با کاهش مصرف انرژی، آب، منابع و انرژی هایی که از منابع تجدیدپذیر میگیره استفاده میکنه. حالا سوال اینه ما چرا به دنبال فولادهای سبز هستیم؟ دلایل مختصری رو عرض میکنم خدمتتون از جهت داشتن یک نگاهی به این قضیه. میخوایم از محیط زیست خودمون حفاظت بکنیم.
میخواهیم مصرف انرژی رو کم کنیم، میخواهیم منابع طبیعی رو حفظ بکنیم. ما در فولاد سبز از بازیافت مواد، از پسماندها استفاده مجدد باید انجام بدیم. میخواهیم با پیشرفت فناوری شرایط کاری و محیطی رو برای کارکنان مناسب تر بکنیم. میخواهیم با رعایت استاندارد زیرمحیطی از تغییرات اقلیمی جلوگیری کنیم و در واقع نسل خودمون و نسل‌های آینده رو تضمین بکنیم. میخواهیم هزینه‌های تولید رو کم بکنیم. با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دراز مدت هزینه‌های تولید کم میشه. بنابراین ملاحظه میکنید که این دلایلی بوده که همه رفتن به سمت فولاد سبز. اما چالش‌هایی هم داریم. جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی بسیار پرهزینه است. حالا خدمتتون عرض میکنم هزینه‌های تقریبی چقدر. نیاز به تکنولوژی‌های جدید داره. تکنولوژیایی که ما نداریم الان باید سرمایه گذاری کنیم برای تولیدش. فعلا یه سری تکنولوژی‌های تعریف شده. باید کاهش مصرف آب رو کم بکنیم که این هم یه چالش‌های عام هست تو مثلا در ایران. بازیافت و استفاده بهینه از مواد، مشکلات تامین منابع معدنی پایدار. منابع معدنی ما این. یه کار دیگه هم که مهم هست، چالش داریم ما تغییر فرهنگ سازمانی است. عموما پرسنل مقاومت میکنن در برابر تغییرات. با همون کاری که دارن انجام میدن بسنده میکنن. ایجاد تغییر سخته. و یه سری مشکلاتی هم مقررات زیست محیطی است که جلوی فولادی هست. کاری که یک مشکل دیگه اینه که عموما دولت‌ها باید همکاری بکنن. تنها صنعت فولاد نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین جلب حمایت دولت و همکاری با اونها یکی دیگه از مسائل است. بحث آخر توسعه بازارهای صادراتی است. فرهنگ مردم باید بره به سمت استفاده از محصولات سبز. اما یه نگاهی بکنیم. اگه بخوایم شما یه فولاد سنتی دارید حرکت بکنید به سمت فولاد سبز، چه محدوده زمانی رو باید در نظر بگیرید؟ چگونه باید فکر کرد؟ چه جوری باید برنامه‌ریزی کرد؟ ببینید این برنامه‌ای که من خدمتتون عرض میکنم اینها این نیست که به صورت سری باشه، بلکه باید به صورت موازی حرکت بکنه. این کار رو پارالل با هم در مقاطع مختلف زمانی باید بره جلو که سرعت کار رو زیاد کنه. البته وقتی خواستید در مورد یک کارخونه صحبت بکنید مقدار زیادی پارامتر رو باید بررسی کنید، اندازه مقیاس شرکت، نوع تجهیزات، منابع مالی و انسانی که در اختیار داره. اما اول مطالعات اولیه که زمانش 1 تا 2 سال. اینا موازیه. شرایط فعلی، اهدافتون که میخواین چیکار میخواین بکنید، تعهدات زیست محیطیتون چیه، فناوری‌های مورد نیازتون چیه متناسب با امکانات کارخانه، ارزیابی منابع مالی و انسانیش. برای واحد تحقیق و توسعه و این اضافه کردم نوآوری. ببینید ما تحقیق و توسعه رو داریم ولی دیگه اسمش به نظر میرسه باید عوض بشه و وظایفش هم تغییر بکنه در شرایط جدید. به جای تحقیق و توسعه باید بنویسیم تحقیق و توسعه و نوآوری. این واحد بایستی جایگزین قبلی بشه. باید این وظیفه‌ش اینه که ارزیابی فناوری مورد نیاز رو بر تولید فولاد سبز بررسی کنه، فرآیندها رو بهینه کنه. قدم اول بهینه کردن فرآیندهاست. ارزیابی تامین منابع آب و انرژی است که این رو حدود 2 تا 4 سال طول میکشه. تجهیز و توسعه فرآیندها بعد از اینکه همه این کار انجام شد از 3 تا 5 سال طول میکشه تا شما نصب و راه اندازی رو انجام بدید، آموزش بدید، فرآیندها رو تست بکنید در مقیاس پایلوت، پارامترها رو به دست بیاریم و بعد در خط تولید ایجاد کنیم. و تولید فولاد سبز وقتی میرسه به تولید فولاد سبز که کاهش تدریجی تولید فولاد سنتی هست و میریم جلو، بین 5 تا 10 سال طول میکشه. به طور متوسط اگر ما برنامه‌ریزی امسال بکنیم تا 10 سال دیگه میرسیم به تولید فولاد سبز. بنابراین هر چقدر دیرتر شروع بکنیم این زمان رو از دست دادیم. یعنی سریع باید وارد این پروسس بشیم. و تغییر فرهنگ سازمانی هم که بایستی انجام بگیره، سعی بکنیم که فرهنگ سازگار با محیط زیست ایجاد کنیم، مشارکت کارکنان رو در این کار داشته باشیم بین 2 تا 4 سال. و ادامه بهره برداری با تمرکز بر بهبود مستمر است. مانیتورینگ و بهبود مداوم، رصد و پایش
مستمر برای حفظ استانداردهای زیست محیطی است. ما یکی از چیزهایی که توی فولاد سبز نیاز داریم انرژی‌های تجدیدپذیره. منابع انرژی تجدیدپذیر اینا هستند. به طور خلاصه انرژی بادی است، انرژی خورشیدی است، انرژی برق آبی است، انرژی اتمی است که خب این هست، انرژی زیستی است و انرژی زمینگرمایی. از بین اینها منابع انرژی زیستی رو نگاه کنیم. این یکی از منابعی است که خیلی خوب میتونه استفاده بشه و در واقع زباله‌های موجود در طبیعت رو مصرف بکنه، از جمله پلاستیک ها و ضایعات غذایی و غیره. ببینید منابع انرژی زیست محیطی شامل این اضافات چوب هست، ضایعات زراعی است، گاز زباله مدفون هست، فضولات حیوانی است و سوختهای الکلی است که اینجا میان لازمه فرمود. اما یه نگاهی هم بکنیم بین سالهای 2012 و 2021 که ببینیم نوع مصرف انرژی که داشتن هم از انرژی‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه تغییر کرده در این فاصله 10 ساله. ببینید ما در سال 2012 زغالی که مصرف می‌کردیم حدود از 40% سوختمون بود و گاز حدود 22-23%، نفت در حدود 5%. وقتی میگم سراغ 2000 اینا سوختهای فسیلی هست، 2021 میبینیم مصرف زغال کم شده، مصرف گازم تقریبا یه خورده کم شد، مصرف مربوط به نفت هم کم شد، یعنی 3 تا کم شد. چیا اضافه شده؟ وقتی نگاه میکنه حتی انرژی اتمی هم تقریبا یک کاهش داشته بین این 10 سال. اما چیزهایی که اضافه شده، برقابی هم کم شد. چیزهایی که اضافه شده انرژی بادی، خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر. افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان ببینید حتی برای 2023 2024 هم پیش بینی کردن. این دو تا آخریاش 2023 و 2024 هست. ملاحظه بکنید عملاً دنیا داره میره به این سمت. انرژی‌های تجدیدپذیر رو دارن به سرعت سرمایه گذاری میکنن. روند شیب به سمت سعودیه. پس ما باید تو برنامه‌ریزی خودمون این رو مد نظر قرار بدیم. اگه روی این قضایا انرژی تجدیدپذیر نگاه کنیم می‌بینیم انرژی خورشیدی یه شاخص خاصی داره و سرعت پیشرفتش بسیار بسیار بیشتره. یه نگاهی هم بکنیم نسبت به قیمت پانل‌های خورشیدی، ملاحظه می‌کنیم که هر چقدر اوایل خیلی گرون بود، به ازای هر وات تولید یه چیزی حدود نزدیک $100 هزینه بر بود، الان با افزایش ظرفیت‌ها و تکنولوژی حتی رسیده برای 1 تراوات یه چیزی حدود 20 سنت میشد. یعنی سرمایه گذاری خورشیدی به تدریج خیلی کم شد. اما ما روش‌ها و نوآوری‌هایی که در صنعت فولاد برای رسیدن به فولاد سبز میتونیم داشته باشیم این هاست. اول روش متداول رو نگاه کنیم. ما کوره بلند و کنورتور اکسیژنی داریم، احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی داریم، ذوب قراضه در کوره‌های قوس الکتریکی داریم فعلا در این شرایط. اما روش‌های نوین، یکی از مهمترین چیزهایی که همه رفتن سراغش استفاده از هیدروژنه. اما مسیر تولید هیدروژن چیه؟ شما باید داشته باشید تا بتوانید استفاده کنید. 3 روش رو پیشنهاد میکنن. یکی اصطلاحاً بهش میگن هیدروژن خاکستری. شما میاند گاز متان رو با بخار آب ترکیب میکنید و تولید H2 و CO2 میکنید. پس H2 از CO2 رو تو فضا رها میکنه. این درسته هیدروژن ایجاد کردید ولی CO2 منتشر کردید. نوشتن هیدروژن خاکستری. این مسیر برای حفظ محیط زیست خیلی جالب نیست. مسیر هیدروژن آبی اینه که شما همین پروسس رو میرین جلو، فوقش CO2 رو میبرید در زمین ذخیره میکنید. بنابراین میشه آبی. هیدروژن تولید کردید با اکسیژن ترکیب میشه، بخار آب تولید میکنه. CO2 میره در زمین دفن میشه به وسیله ترکیبات. تکنولوژیش هست اینا. مسیر هیدروژن سبز اینه که آب رو میگیرید الکترولیز میکنید.
هیدروژن تولید میکنید، احیا میکنه، اکسیژن تولید میکنه، اکسیژن هم استفاده میکنید برای افزایش راندمان. اکوسیستم یک پارچه فولاد سبز رو اگه نگاه بکنیم اینه. در قسمت اولیه شما میایید و انرژی های تجدیدپذیر تولید میکنید، بعد میرید الکترولیز میکنید، اکسیژن و هیدروژن تولید میشه، از هر دوش استفاده میکنید. خب مثلا فرض بفرمایید شما چرا قفل کرد؟ ببخشید مثل که قفل هم ببینید مثلا دانیلی هم یه طرحی داره مشابه همینه که خیلی فرق نمیکنه با اون چیزی که من عرض کردم خدمت. یه روش دیگه ای هست که مستقیما سنگ آهن رو، هماتیت رو برمیداری به وسیله هیدروژن پلاسمایی یا پلاسمای هیدروژن، این رو با گازی که هست، ترکیب گاز آرگون هست و 10% هیدروژن وارد میکنه. این هیدروژن در شرایط پلاسمایی سنگ آهن رو احیا میکنه و آهن ایجاد میکنه. دیگه نه احتیاج به فرآیندهای پیش دستی داریم برای انجام این کار، مستقیم وارد این فرآیند میشه. این تکنولوژی هم داره کار میکنه روش. روش دیگه الکترولیزیه. الکترولیز خودش 3 تا تکنولوژی داره که هر کدام از اینها یه مزایایی دارن، برای واحدهای خوبن، برای واحدهای مناسب نیستن. بحث اینه که این رو در یه محلول قلیایی قرار بدید و الکترولیز بکنید، آهن بیاد توی آنود رسوب بکنه، بعد رسوبش رو بردارید. بعد یه تکنولوژی دیگه هست که غشای تبادل پروتونی نامگذاری شده و خب سرمایه گذاری اینا متفاوته، درجه حرارتشون متفاوته. اینا تکنولوژی های مختلفی است که باید بررسی بشه برای هر واحد، ببینیم مثلا برای کدام مناسبه. و یکی همینه که مستقیما اکسید جامد رو الکترولیز بکنید و مستقیما آهن رو در اونجا تولید بکنید. این 3 تا تکنولوژی که در اینجا هست. اما جذب و ذخیره کربن این چیزی است که برای واحدهای سنتی الان در حال حاضر مناسبه. مثلا فرض بکنید در ابوظبی استفاده کرد از گازهای CO2، تزریق کرد در چاهای نفت برای بهره وری بیشتر نفت در اونجا و الان با کاری که انجام یک کارخونه هم ایجاد کرده در ابوظبی که در سال حدود 8 میلیون تن CO2 رو میتونه در داخل زمین ذخیره بکنه و از محیط جو خارج بکنه. یک روش دیگه هست که ما بیایم گاز CO2 رو به کمک هیدروژن ترکیبات عالی تولید کنیم، متان، اتان، پروپان و حتی کودهای مصنوعی. همه اینا رو میشه تولید کرد، بستگی به فرایندی که داره. اما استراتژی شرکت‌های فولادی برای رسیدن به تولید فولاد سبز چیه؟ کل استراتژی در فولادهای در کشورهای خارج و کشورهای اروپایی، کشورهای غربی اینه که کوره بلند رو به تدریج تبدیل بکنن به احیای مستقیم. کاری که ما خیلی زود انجام دادیم. کشورهای خلیج فارس هم عمدتاً از همین روش استفاده میکنن. خوشبختانه ما از این نظر جلو هستیم نسبت به بقیه. و این رو تبدیل بکنن، چون میزان آلودگی به وسیله اون بیشتر از این یکی هست، و سعی بکنن احیای مستقیم رو به کمک هیدروژن انجام بدن، نه به وسیله گاز طبیعی. حالا جدول زمانی رو که نگاه بکنیم، برخی همچین جدول زمانی رو گذاشتن، گفتن فعلا ما کوره بلند داریم، حالا تو سال 26 سعی میکنیم یکی از واحدامون رو تغییر بدیم بریم به سمت احیای مستقیم، سال 2030 2 تاشو و بعد 2045 سعی کنیم اکثر موارد رو منتقل بکنیم. تایسن گروپ مثلا برنامه‌شو ملاحظه بکنید، بیشتر داره میره توی بحث احیای مستقیم به وسیله هیدروژن و CO2 هم میخواد محصولات ایجاد بکنه، پلاستیک، نمیدونم پروپلان، همین به اصطلاح کودهای مصنوعی. اما یه نگاهی بکنیم توی کمپانی‌های بزرگ که برنامه‌شون چیه، چه برنامه‌ای دارن در چه سالی. مثلا آرسلور میتال در بسیاری از کشورها میخواد 47 میلیون تنش رو به این برنامه استوار بکنه.
احیا به وسیله هیدروژن کربنش رو جذب بکنه، هم استفاده بکنه، هم استوریج بکنه. یه بخشش رو استفاده بکنه، بخش اضافیش هم ببره در زمین ذخیره کنه. تو 2050 میگه تمام ختم میشه هیدروژن. تایسن کروپ تو 2030 باز همین برنامه رو داره. 2050 همشون اینه. نگاه کنید وستالپین، تاتا استیل، ساب، سالزگیتر، همه اینها رفتن روی هیدروژن. فعلا سیستم به این سمت داره حرکت میکنه. اما سرمایه گذاری، این بحثی که خدمتتون عرض کردم که برای افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن یه نگاهی داشته باشن، ببینن که داستان چجوریه. سرمایه گذاری این چقدره؟ ما باید در چه اسکیلی داریم صحبت میکنیم؟ برآوردهایی که شده اینه. برای تجهیزات تولید فولاد سبز یه چیزی حدود 1000 یورو برای هر تن باید سرمایه گذاری. اگه 1 میلیون خواستیم تن تولید بکنیم یه چیز حدود 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد یورو سرمایه گذاری لازم. اما سرمایه گذاری بر اساس تجهیزات تولید انرژی سبز که واحدهای تولیدی هم باید برن به سمت اون یه مقداری بیشتره. تقریبا 4000 یورو برای هر تن ظرفیت تولیدی واحد هست. این یه چیز حدود 5000 یورو برای هر تن تولید باید سرمایه گذاری کنید که خود کفا بشید، هم از نظر انرژی همین. البته این سرمایه گذاری در آینده به نفع کامل میشه. حالا ببینید من اینجا خواستم یه نگاهی بندازم، چون ببینید بحث مربوط به تحقیقات یه مقداری که نوآوری و تحقیقات و حمایت از اینها گرچه به طور برخی از شرکت‌ها نسبتاً قابل توجه دارن حمایت میکنن، ولی اونجوری که بقیه حمایت میکنن نیست. و خصوصاً اینجا حضور دولت‌ها خیلی کمک خواهد کرد برای انجام این کار. من یه مثالی رو بزنم. مثلا 2 مرکز تحقیقاتی هست تو اروپا، اینا در فاصله 2021 تا 2027 حدود برای تولید فولاد سبز یا کلین استیل حدود 1 میلیارد و 700 میلیون یورو سرمایه گذاری میکنه که اینها ملاحظه میکنید که یه بخشش خصوصیه، بخشش هم خود اینها دارن تامین میکنن. تعدادی از عناوین تحقیقاتی که از طرف اینها چیز شده مورد توجه قرار گرفته و گذاشتن تو برنامهشون، اینم میگم اینا به عنوان نمونه است و بسیار گسترده‌تر از این بحث هست. تولید فولاد با تصاعد گاز CO2 کم. یکی از کارهایی که بسیار مهمه که ما باید توجه بکنیم بحث تولید فولادهای نسل سوم هست. وقتی شما تولید نسل سوم کردید استحکاماش بالاش، مصرف فولاد کم میشه. وقتی مصرف فولاد کم شد اتوماتیکوار در میزان آلودگی محیط زیست، میزان آلودگی هوا اینا کاهش پیدا میکنه. حفاظت از معادن و محیط زیست هست که اینم یه عنوان پروژه دیگه است. بحث اقتصاد چرخشی با یه هدف که ما سعی کنیم ضایعات ناشی از تولید فولاد رو هرگز که نمیشه و نزدیک به صفرش بکنیم. مدیریت نیروی کار و شرایط کاری، اینها جزو برنامه‌ای است که داریم. به طور کلی خلاص ما چه استراتژی‌هایی باید برای رسیدن به فولاد سبز اتخاذ کنیم؟ 3 تا عموماً مرسوم هست: کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت تا 2020 چی کار میتونیم بکنیم؟ تا 2040 چی کار میتونیم بکنیم؟ تا 2050 چی کار کنیم؟ عنایت بفرمایید که اینها اتحادیه اروپا داره برنامه ریزی میکنه، هر جایی رو که وارد میکنه، وارد فولاد میکنه، توجه میکنه به میزان آلودگی که تولید اون فولاد ایجاد کرد و براش جریمه میذاره. اگر شما فولاد سبز تولید نکنید شاید نشه در آینده به کشورهای خارج صادرات انجام بگیره. بنابراین حرکت به سمت فولاد سبز که یکی از تم‌هایی که از چندین سال پیش تو انجمن پیگیری میشه اهمیت خاص خودش رو داره، زمان رو از دست نباید داد. بنابراین این است کاری که باید بکنیم. ما ابتدا در کوتاه مدت
سعی بکنیم به جای زینتر از پلت استفاده کنیم. سعی کنیم شارژ قراضه رو بیشترش کنیم. انرژی رو بریم رو خط رو بررسی کنیم کجا میتونیم در انرژی صرفه جویی کنیم. یواش یواش استفاده از H2 به عنوان عامل سوخت و احیا رو شروع کنیم در سیستم خودمون. اخذ تاییدیه‌های رد پای کربن رو از منابع زیست محیطی بگیریم، چون اینا بعد مهم هست برای مراحل بعد، و سعی بکنیم توجه داشته باشیم به انقلاب 4 صنعتی و استفاده از هوش مصنوعی در کارخانه‌ها. در میان مدت تا 2040 بحثی که از جذب کربنه دیگه در اسکیل وسیع، استفاده از سوخت‌هایی با کربن کم، استفاده بیشتر از H2 به عنوان عامل احیا، به کارگیری گسترده از نرم‌های رد پای کربن. یعنی اینو شما تو مرحله بعد باید داشته باشیم، باید اینو اخذ تاییدیه‌اشو داشته باشیم. بلند مدت کامل دیگه باید از H2 استفاده کنیم بر اساس تکنولوژی فعلی. نگاه کنید الان نمیشه واقعا این رو 100% نگاه کرد. اگه سرمایه گذاری کنیم توی این مملکت برای تحقیق و توسعه، جواب میده بهمون تکنولوژی تولید میکنیم ما و بعد میتوانیم راهکارهای جدیدی رو ایجاد کنیم. یادمون باشه تخیل یکی از مهمترین ابزاری است که دست این دانش بنیان‌ها هست و بتونن روی اون مسیر حرکت بکنن. در بلند مدت هم که دیگه عرض کردم استفاده کامل از H2 است، استفاده گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر. ما بحث انرژی‌های تجدیدپذیر رو بایستی توی سرلوحه کار قرار بدیم و قرارگیری نرم فولاد سبز در بازار. بازار باید یاد بگیره که فولاد سبز برایش مهم است. اما آخرین مطلب رو خدمتتون عرض بکنم. ما تو ایران یه چالش‌هایی داریم، بحث سرمایه، بحث آب، الکتریسیته از منابع تجدیدپذیر، گاز، تامین مواد اولیه، نرم افزارهای مورد نیاز، زیرساخت‌ها که بسیار مهمه برای این حجم از نقل و انتقال، تعامل با دولت در بخش سرمایه‌گذاری مشترک در تحقیقات مربوط به فولاد سبز، توجه بیشتر به تحقیقات و خصوصا به قسمت‌های R&D که بهتر است من بعد نام و وظیفه آن را به R&D تبدیل کنیم که همون تحقیق و توسعه و نوآوری است. بسیار متشکرم از اینکه حضرت گوش کردید.